راز جنجالی شراب خوردن مولانا و شمس تبریزی. در این ویدیو به سراغ یکی از جنجالی ترین و شگفت‌انگیزترین داستان‌های تاریخ عرفان، یعنی ماجرای دعوت مولانا از شمس تبریزی به خانه‌اش و درخواست غیرمنتظره شمس برای خرید شراب رفته‌ایم. اگر می‌خواهید بدانید چرا شمس تبریزی دست به چنین آزمایش سختی زد و واکنش مولانا جلال الدین رومی به این ماجرا چه بود، این ویدیوی اسرارآمیز را از دست ندهید. روزی مولانا شمس تبریزی را به خانه‌اش دعوت کرد. شمس به خانه جلال الدین رومی رفت و پس از اینکه وسایل پذیرایی میزبانش را مشاهده کرد، از او پرسید: آیا برای من شراب فراهم نموده ای؟ مولانا حیرت زده پرسید: مگر تو شرابخوار هستی؟ شمس پاسخ داد: بله. مولانا گفت: ولی من از این موضوع اطلاع نداشتم. شمس گفت: حالا که فهمیدی برای من شراب مهیا کن. مولانا پرسید: در این موقع شب شراب از کجا گیر بیاورم؟ شمس گفت: به یکی از خدمتکارانت بگو برود و شراب تهیه کند. مولانا گفت: با این کار آبرو و حیثیتم بین خدام از بین خواهد رفت. شمس گفت: پس خودت برو و شراب خریداری کن. مولانا گفت: در این شهر همه مرا می شناسند. چگونه به محله نصاری نشین بروم و شراب بخرم؟ شمس پرسید: اگر به من ارادت داری باید وسیله راحتی مرا فراهم کنی، چون من شبها بدون شراب نه می توانم غذا بخورم، نه صحبت کنم و نه بخوابم. مولوی به دلیل ارادتی که به شمس دارد خرقه‌ای به دوش می اندازد، شیشه‌ای بزرگ زیر آن پنهان می کند و به سمت محله نصاری نشین راه می افتد. تا قبل از ورود او به محله مذکور کسی نسبت به مولوی کنجکاوی نمی کرد. اما همین که وارد آنجا شد، مردم حیرت کردند و به تعقیب وی پرداختند. آنها دیدند که مولوی داخل میکده ای شد و شیشه ای شراب خریداری کرد و پس از پنهان نمودن آن از میکده خارج شد. هنوز از محله مسیحیان خارج نشده بود که گروهی از مسلمانان ساکن آنجا در قفایش به راه افتادند و لحظه به لحظه بر تعدادشان افزوده شد، تا اینکه مولوی به جلوی مسجدی که خود امام جماعت آن بود و مردم همه روزه در آن به او اقتدا می کردند رسید. در این حال یکی از رقیبان مولوی که در جمعیت حضور داشت فریاد زد: ای مردم، شیخ جلال الدین که هر روز هنگام نماز به او اقتدا می کنید به محله نصاری نشین رفته و شراب خریداری نموده است. آن مرد این را گفت و خرقه را از دوش مولوی کشید. چشم مردم به شیشه افتاد. مرد ادامه داد: این منافق که ادعای زهد می کند و به او اقتدا می کنید، اکنون شراب خریداری نموده و با خود به خانه می برد. سپس بر صورت جلال الدین رومی آب دهان انداخت و طوری بر سرش زد که دستار از سرش باز شد و بر گردنش افتاد. زمانی که مردم این صحنه را دیدند و به ویژه زمانی که مولوی را در حال انفعال و سکوت مشاهده نمودند، یقین پیدا کردند که مولوی یک عمر آنها را با لباس زهد و تقوای دروغین فریب داده و در نتیجه خود را آماده کردند که به او حمله کنند و چه بسا به قتلش برسانند. در این هنگام شمس از راه رسید و فریاد زد: ای مردم بی حیا، شرم نمی کنید که به مردی متدین و فقیه تهمت شرابخواری می زنید؟ این شیشه که می بینید
حاوی سرکه است، زیرا که هر روز با غذای خود تناول می کند. رقیب مولوی فریاد زد: این سرکه نیست، بلکه شراب است. شمس در شیشه را باز کرد و در کف دست همه مردم از جمله آن رقیب قدری از محتویات شیشه ریخت و بر همگان ثابت شد که درون شیشه چیزی جز سرکه نیست. رقیب مولوی بر سر خود کوبید و خود را به پای مولوی انداخت. دیگران هم دستهای او را بوسیدند و متفرق شدند. آنگاه مولوی از شمس پرسید: برای چه امشب مرا دچار این فاجعه نمودی و مجبورم کردی تا به آبرو و حیثیتم چوب حراج بزنم؟ شمس گفت: برای اینکه بدانی آنچه که به آن مینازی جز یک سراب نیست. تو فکر می‌کردی که احترام یک مشت عوام برای تو سرمایه است ابدی، در حالی که خود دیدی با تصور یک شیشه شراب همه آن از بین رفت و آب دهان به صورتت انداختند و بر فرقت کوبیدند و چه بسا تو را به قتل می‌رساندند. این سرمایه تو همین بود که امشب دیدی و در یک لحظه برباد رفت. پس به چیزی متکی باش که با مرور زمان و تغییر اوضاع از بین نرود. و مولوی بعد از گرفتن درس بزرگی از شمس تبریزی این اشعار را سرود: دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ، دانی که پس از مرگ چه باقی ماند، عشق است و محبت است و باقی همه هیچ. بدرود.